سلام علیکم بینندگان عزیز، خوشحالم که با شما رو میبینم. کچکلا برار شادکلایم سوجی امرو ما در رابطه به این برادرایی که خیلی بیکارم، هم سر کوچی شیشته هم برادری که شما دارم بیکار و به بیکار. انا در کنار یک برادر بیکار کنی این استاده سعی کنم که چی میگه، از این گفتنی چی داره. برا جو خور بگیم کینی اصلت برار نصرت یک تر از شهروندان شریف شهر. خب اصلت برار نصرت از شهروندان شهر شریف ایراد. انا شما این بگین که بعض جوانا برادرها میرم هم سر کوچه میشینم. آیا سر کوچه شیشتن بیکاری کار خوبیه یا اصلا برارم کار اشتباهیه. زنده باشین. هیچ چی کار خوبی نیه که آدم به سر کوچه بشینه. چی به درد میخوره؟ چوب کو برار. ببینیم بینندگان عزیز، من که به شما میگم سر کوچه خوب نیه که آدم بشینه. خب برارم تا حالی روز شده باشه که شما بیاین به سر کوچه خوب بشینی؟ نه برارم، من به طول زندگی تا حالی یک دفعه به سر کوچه نشیشتم. میرم میشینم منتها به در سراخو میشینم. آها، به تا در سراخو. به تا در سراخو، به تا کوچه تا در سراخو. به سر کوچه من خاصیت شیشتن ندارم چون گناه داره، اشتباه هم هسته. خب گوش کشین. راست میگیم. خب همین سرا شما به کجایه؟ به تا کوچه سرا مانه. آفرین. سرا شما به تا کوچه سرا شما. در سرا شما به کجایه؟ به تا کوچه در سرا ما. کوی تا کوچه در سرا شما نه، تا کوچه حساب نمیشه. نه ما که هست ای در سرا مانه، اینجی در سرا مانه. ما مثلا میرم روبرو در سرا خو میشینم برارم. ما به تا کوچه خاصیت اصلا ندارم که کسی. ما به دوستان توصیه میکنم که اصلا به تا کوچه نشینیم برارم، بریم به در سرا خو بشینیم. آخه چی به درد میخوره؟ برو دفعه بدم گوخونی گوا خو بشی. برو. خوبه صحیحه. برو برارم. بینندگان عزیز، خب گوش کشیم. شما چی میگه؟ تنی اور تو سایکو. بالا بخشین یک دقیقه بیاین. بخشین. سلام علیکم. مونده نباشین. خور بگیم. زنده باشین. چی بگم؟ خور بگیم. بیشتر خور بگم. نه همین که ولد شریف خور. اسم خور. ها. شیرگل برار جمگل. شیرگل برار جمگل. به نظر شما به ایس یک جوانی، بله، کسی که میره به سر کوچه میشینه کار خوبی میکنه یا کار بدی؟ نه، کار خوبی نیه. تشکر باشه شما. بله، خب سر کوچه نشینی کار خوبی نیه لالای من. خب شما تا به سر کوچه نشیشتین؟ من به سر کوچه نشیشتم. نه، من تو به سر کوچه کار خوبی نیه. من که میشینم هم دم دیکونا میشینم. آها، بله، سر کوچه کسی بشینه خوب نیه. گوش کشین بینندگان عزیز، ادم نودون وقتی بدم شرشره بشید دم دیکونا کو بدتره. او مسلمان شی سوخته کو او بیچاره کو بتا در سراخ میشینم. بازم خوب این در دیکونا کو به کل بدتره کو. چرا؟ بله، چرا بدتره؟ در دیکون برارم البته هولنگه. نه، در دیکون به کجایه؟ با تا کوچی ما. خو خیر بینی. بله، به تا کوچی شما خسته. بله، شما به در دیکون میشینی کو این کو بدتره. برارم اتارم ازی که به سر کوچه بشینی زنکا مردم ها تیش زنکا تیشی بعده من دم دیکون شیشته بشی خوبه کو. یک سوال برارم، روزی که عقل کمال بخش میکردن کجا میدیم شما؟ نونوی. این دفعه برو برارم به قصبی. کجا؟ به قصبی. نه با نونوی شاگردم، قصبی نمیرم. خب برو به نونوی برو. خوبه خدا. زواله به تو. خوبه. سر کوچه سای کو در دیکون سکو در دیکون کو مسلمان بدتره کو. کم سیاسر میره، طفلا میره، جوانا میرن به دیکون سودا میخرن. یک نفر دیگه هم بموندگی دی خوب نگو بینندگان عزیز. یک چپاتی به تا گوشی میزنه که تا سم مسئولو بچله. همراه ما باشی. بازم یک سلام گرم دارم بینندگان عزیز از برنامه باند گیلک. کچکلا برای شادکلایم در کنار یک جوان خوش اخلاق 270 و چی دو مفلالو ندی بگو سوال. سلامت باشین. زنده من ماستون قطع شما رو بگم که چندیم 70 تو به این کارا کسی نه. سلامت باشین. زنده باشین. خور بگی مله. اصلا برال علم. اصلا برال علم. بله بفرمایید. سوژه امرو در رابطه به می کسایی که به سر کوچه میشینم به درد کونا میشینم، به نظر شما کار خوبی میکنم؟ نه برار، خیلی کار اشتباهی میکنم. اصلا خیلی کار گنده میکنم برارم. تشکر. راست گردنم بند به من 10 روپیه ندی. یک دقیقه یک ثانیه به سر کوچه نمیشینم. کار خوبی نیه برارم سر کوچه شیشتم. خب شما که بیکار هستین؟ بله یا شکر فضل خدا بیکاری. خب بیکار که هستین به خونه چه کار میکنین؟ به خونه شیشته نیم برا. از این صبح که بلند میشون تا به کوچه تا به میچاش از این سر کوچه به او سر کوچه، از این سر کوچه به او سر کوچه 4 متر میکنم برا جو. از این سر به او سر، از اینجی به اینجی قرار کرده ورزشی هم میشه. خیلی هم خوبه. با تا چاش میرم نونه میخورم با بدر میشون تا آذان شنبا
و از این سر کوچه به اون سر کوچه، از این سر کوچه به اون سر کوچه. مدام برار به سر کوچه نمیشین و سر کوچه شیستن خیلی کار اشتباهیه. هر کم میشینه کار خوبه نمیکنه که میشینه. خب بیننده‌های عزیز، پس شما هم از این لالا یاد گیریم. او دو نفر اشتباه گفتم. میگم ما یکی میگه به در سراغ میشینم، یکی میگه به در دکون میشینم. مثل از این برار گل قند ما شما از اون سر کوچه بریم به سر کوچه، از این سر کوچه بریم به سر کوچه تا چاش روز خوشم کنی. بله روز خوشم کنی. ای خیر بیننده دیگه میگه عقل کمال که من یادگیری گیلک از یادگیر. یک آدمی هم تیشه که مثل تو لالا میتونه نافهمی نباشه. یک جفنگ بری و میپرونه. میگم شیر مادرت کاکا جور صدمن بشی. بخیر بشی. بیننده‌های عزیز، کچکلا برای شادکلا بدون تا هفته بعد شما رو به خدای پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر باشه. بای بای.